که از معجزه‌های خداوند در این خاندان صادر شد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از این 26 سال پیش پسرم به دنیا آمد. هنگام 2 و 3 ماه شدن فرزندم روز تا روز دیگرگون میشد و همینطور قریب 1 ساله شدنش حالش خیلی بد شد. یگان دکتر طبیب نماند که نشان نداده باشم و معالجه نکرده باشم. در پسرم هیچ گونه حرکت، گپ و شنوایی نیز نبود. پسرم گون شده است میگفتند. برای این مادر به فرزندش چنین بها دادن خیلی درد سخت و بزرگی بوده است. با همراه سردارم به اورچ اخیر دیدن کردیم و بعداً به خانه برگشتیم. دارو و تبلیتکه ها نوشته داده بود. از داروخانه داروها را گرفته برگشتیم. همینطور به خانه آمدیم. من داخل خانه شدم. آنها باشد در نزد دروازه بیرون ایستادند. پس از چند خواطر شده به بیرون برآمدم. بینم که هیچ کسی نیست. حیران شده به خودم میگفتم که چی شده باشد. ناگه در دستانشان چیزی بود به سوی خانه می آمدند و همینطور رسیدند. بینم که در دستانشان 2 دانه کبک بود. کبک ها را کشته تازه کرده دادند. از همین به پسرم شوربا تیار کرده دادنم را التماس کردند. دوستانی سردارم به من گفتند که باید 10 روز از گوشت کبک به پسرت شوربا کرده ده. گفته تعیین کردند و از این سخنهایشان در حیرت ماندم. آخر 2 تا کبک بعد 2 روز می رسد. بر ما باشد باز 8 تا دیگر لازم است. از سردارم پرسیدم که کبک را از کجا میگیریم. آخر 2 کبک بعد 2 روز رسید. تمام. سردارم جواب داد صبر کن، روز شود یک علاج کرده از یگان جا میابیم. فردایی همان روز پس از نماز بامداد به حولی برآمدم. حولی امان خودش خردکک اما در داخل باز یک آتشچه خرد هم بود. در بین ریحان ها چیز جنبیدنش را دیدم. بینم که کبک است. از خرسندی سردارم را بیدار کردم. باور میکنید یا نه، هر روز به خانه امان کبک می آمدند. همینطور 8 روز کبک می آمد. الکی 10 روز هم گذشت. اما روز 11 پسرم به پا خسته الکی میشنوید، راه میگشت و سخن نیز میگفت. شاید به این گفته من باور نکنید، اما رحمت و معجزه خداوند بی پایان است. که یک پدر هستم. هنگام این جمله را بر شما نوشتن، هنگام هر یک جمله را نوشتن، باور کنید اشک از چشمانم جاری میشد. زیرا خداوند دعای مرا شنیده بود. همگی یک پسر داشتم و خلاص. اما صد شکر خداوند که پروردگار با معجزه خود پسرم را بر من بازگرداند. دوستان عزیز، معجزه خداوند خیلی زیاد است. اگر شخصانی که میخواهند معجزه خداوند را بینند، انا همین آسمان، انا همین شب، روز، ماهتاب و همین آفتابی که در دنیا روز شد روشنایی میکند، ماهتابی که شب به آسمان پیدا می شود. انا همین بر شخصانی که با فهم هستند خوب درک است که معجزه خداوند زیاد است، ما حساب کرده بر شما رسانده نمیتوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می نویسد مؤلف.